اوکی، اومدیم سر یوتیوب. عرضم به حضور شما که هدف من از درست کردن این چنل صرفاً اینه که یه سری حرفای طولانی مدته رو راحت بتونم برای شما بزنم، مخصوصا تو این زمونه‌ای که ما هستیم و تو همین یوتیوب هم میری ویدیو فوقش 15 دقیقه 16 دقیقه بیشتر نیستن، محتواش هم محتوای قوی نیست که شما چیزی ازش یاد بگیری، در حالی که یوتیوب منبع فوق‌العاده‌ایه. برای چی؟ عرضم به حضور شما برای یادگیری. و منم هدفم از درست کردن این چنل و این ویدیوها اینه که کمکتون کنم ذهنتون بازتر شه توی پیشرفت شخصی خودتون. هدف کلا اینه که من هر چی که یاد میگیرم بیام اینجا به شما بگم، و هر چی که میریسم بیام اینجا بگم بر اساس تجربه خودم، و با هم دیگه رشد کنیم. به عنوان مرد با هم دیگه رشد کنیم، دستمو بگیریم، چون که میدونم خودم اگه بودم و تو مسیر این بودم که خودم بخوام بشناسم، بخوام رشد کنم، جذابتر بشم، قوی‌تر بشم، پول بیشتری در بیارم و کلا زندگیو بسازم که دلم میخواد و تو رویاهامه خیلی دوست داشتم یکی باشه که پای من پیش میاد، با هم دیگه رشد کنیم. تنها بودن سخته واقعا، این که شما مثلا بخوای تنها یه کاری انجام بدی و بری جلو و آزمون خطا کنی سخت. حالا من به این امید این کارو استارت زدم که یعنی همین ویدیو گرفتن رو که ایشالا با امید خدا با هم دیگه پیشرفت بکنیم، شما هم بیشتر یاد که میگیرید سریعتر راه بیفتید. تویی که دارید ویدیو رو در واقع عرضم به حضور شما نگاه میکنید. خب لانگ فرم دیگه. لانگ فرم یعنی مثل پادکست، همون پادکستی که مثلا ما تو کست باکس میذاشتیم و اینجا میذاریم، منتها چیه؟ طولانی مدت و عرضم به حضور شما مطالب رو یه جوری حالا سعی میکنیم پر محتوا، پر مغز و واقعی بگیم. واقعی بودن خیلی مهم. اینجوری استارت کار رو پس میزنیم. بسم الله. امروز میخوام در مورد این موضوعی صحبت کنم که این در واقع کلید موفقیت مرد است توی همه زمینه‌ها، چه تو زمینه جذابیت بخواد باشه، چه تو زمینه کار بخواد باشه، چه تو زمینه درسی بخواد باشه. اونم مستری یا عرضم به حضور شما چیرگی یا استادی. یعنی اینکه تو یه کاری انقدر خوب باشی که کسی به پای تو نرسه، انقدر قوی باشی، انقدر جذاب باشی، انقدر خفن باشی و انقدر خوب باشی که واقعا من یه دقیقه این در رو باز کنم گرم شد. انقدر خوب باشی، انقدر جذاب باشی که واقعا کسی به گرد پات نرسه تو اون کاری که داری انجام میدی. یک باشی. این بهش میگن در واقع استادی. هر زمینه‌ای که میخواد باشه. میخواد ورزش باشه، میخواد کار باشه، میخواد درس باشه، میخواد در واقع یک هنر خاصی باشه. چیزی که من متوجه شدم، مردهایی که پا میشن و به سمت استاد شدن توی زمینه حرکت میکنن میدونن که آقا من هدفم اینه که میخوام تو این زمینه آس بشم، تو زمینه بیزینس میخوام آس بشم، یا مثلا من تو زمینه پیج جذابیت کو که خب خیلی هاتون از اونجا اومدید دیگه، هدفم اینه که تماما یا تا هر جایی که ادامه دادم و خواهم داد کلا همیشه این تو ذهنم هستش که سعی کنم بهترین مطلب رو ارائه بدم و به عمیق‌ترین سطح، دقت کنید، به عمیق‌ترین سطح تخصص برسم توی اون کاری که الان دارم انجام میدم. و میگم این بحث تخصص رو باید ما ترویجش بدیم. اینکه واقعاً اگه میخواید موفق شید، من یا میخوام موفق شم و هر کی بخواد موفق شه، نباید، دقت کنید، نباید عادت کنه که فقط یه سطح خیلی نرمال یا خوبی رو از یک مهارت بلد باشه. باید خوب نباشه، متوسط هم نباشه، باید عالی باشه. پرفکت ترین حالت ممکن. بهترین بودن و یک بودن توی زمین است که شما رو موفق میکنه، پولدار میکنه، جذاب میکنه. خب
فکر کنم مثلا توی زمینه انقدر متخصصی و انقدر قوی هستی که هر کی هر مشکلی داره فقط میاد پیش تو و از تو میخواد که تو بخوای مشکل رو حل کنی. و یه چیز خیلی جالب در مورد تمرکز بگم، چون تمرکز چیزیه که من الان دارم روش خیلی کار میکنم یا تمرکز میکنم و به نظر من و چیزی که متوجه شدم اینه که واقعا بچه ها به شدت توی تمرکز ضعیفن، نمیتونن تمرکز خودشون رو نگه دارن. من خودم هم اینجوری بودم. اگه ببین اصلا کلا یه چیز بگم، هر کدومون اگه ول کنیم خودمونو، یعنی اصلا به ذهنمون نرسه که تمرکز چیز فوق العاده مهمیه و چیزیه که هر سال به سال هم که میگذره قراره ارزشش بیشتر بشه، چون آدمای کم تمرکز زیاده. ببین مثلا الان مثال میزنم، طرف میاد یه ویدیو تو هم یوتیوب باز میکنه، 5 دقیقه بیشتر نمیتونه تحمل کنه. من اینجوری بشم راحت 5 دقیقه بیشتر نمیتونه تحمل کنه. آقا یه ویدیو رو ببینه سری میزنه، بعدی دست خودش نیست. چرا؟ چون ذهنش اونقدر دوره توجه داره. حالا فکر کن مثلا به همچین پسری یا به همچین دختری بخوای یه کاری بسپاری که نیاز داشته باشه تو خیلی توش تمرکز کنی و بدون تمرکز نمیشه انجام داد اون کارو. بر فرض مثال جراح شدن، طرف جراح مغز و اعصاب هستن، وظیفش اینه که چیکار کنه؟ وظیفش اینه که مغز یارو رو باز کنه، یه سری چیزا رو جابجا کنه، مغز طرفو باز کنه، یه سری چیزا جابجا کنه، بذاره سرش. حالا فکر کن مثلا نسلایی که الان دارن ایجاد میشن اینا بخوام برن بشن جراح، چند تاشون اصلا کشش ذهنی تواناییشو دارن؟ خیلی کم. برای همینه که میگم این دوتا ببین دقت کن چرا بس تمرکز و عرضم به حضور شما تخصص یا استادی با هم پا به پا میان جلو. شما اگه بلد باشی دقت کن، بلد باشی که خوب تو یک بحثی عمیق شی که نیاز به تمرکز داره، میرسی به استادی. پس مرحله رسیدن به در واقع چند تا مرحله داریم برای رسیدن به استادی. گفتیم استادی مهمه، استادی خوبه، حالا چطوری بهش برسیم؟ مرحله اول داشتن تمرکز. اگه تو نمیتونی روی یک مبحثی بیش از 5 دقیقه تمرکز کنی، نمیرسی به اون جایی که میخوای. در سطح عادی یک مهارت رو فقط خواهی داشت، بیشتر از اون نه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی میخواد تو یک زمینه به مهارت ها برسه، به یک مهارت خاصی برسه، استاد بشه، باید بتونه تو اون زمینه خاص چیزایی رو ببینه که نمیبینن بقیه، به نکات و ریز نکاتی دقت کنه که بقیه اصلا به فکرشون خطور نمیکرد. من دقیقا تو همین زمینه بحث جذابیت و کاریزمام که حالا یکی اولین بیزینسی بود که من استارت زدم، اولین کاری بود که کردم و واقعا هنوزم عاشقشم و دوستش دارم، رابطه خیلی قشنگی باهاش دارم، این بود که من هرچی بیشتر رفتم جلو، داخلش عمیق شدم، یک سری نقاطی، یک سری مفاهیمی برای من کانکت شد که گفتم چرا کسی تا حال به این فکر نکرد، که شد خیلی از محتوایی که حالا شما باهاش آشنا دارید یه سریاتون. تا زمانی که تو یک مبحثی با تمرکز ورود نکنید پس به استادی نمیرسید. چجوری حالا باید تمرکز کرد؟ این میشه خودش یک موضوع در واقع ویدیو دیگه باشه. آره دیگه، باید توی ویدیو دیگه بهتون بگم، اینجور راحت‌تر، اینجور بهتر. ولی به طور کلی اگه میخواید ببینید، من میبینم دیگه خیلیاتون رویاهای بزرگی دارید، درسته؟ خیلیاتون خیلی چیزا هستش که دوست دارید برسید بهش، از ته دلتون میخواید، از عمق وجودتون میخواید. تنها مسیری که 100% دقت کن، تنها مسیری که 100% تضمین میکنه رسیدن تو رو به اون چیزی که تو ذهنته اینه که تو یک چیز خاص استاد بشی، بهترین بشی، آس بشی، تک بشی، متخصص بشی. غیر از این نه. چون تو همه ذهن همه ماها رویاهایی که میپرورونیم رویاهای بزرگه، رویاهای فوق العاده بزرگه. هیچ کس از ماشین جی کلاس بدش نمیاد، هیچ کس از خونه بزرگ، زن خوشگل، بچه‌های گلمنگولی و خوشگل بدش نمیاد. ولی چرا خیلی‌ها نمیرسن؟ به خاطر اینکه رسیدن به این مهارت استادی است که سخته. و حالا بدتر از اون مهارت استادی
سخت بودنش باعث میشه که بچه‌ها نرن سمتش. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن ما آدما مخصوصا از 70 سال 75 به بعد، یعنی نسلی که بعد نسل جنگه، اصلا از سختی فراری هن. چون تا جایی که شده پدر مادرهای ما رو توی رفاه بزرگ کردن، یعنی سعی کردن که از لحاظ روانی حداقل ما سمت سختی نریم. مخصوصا پسرها الان فقط دنبال نتیجه سریعن، دنبال راهکار سریعن. آقا من مخ فلان دختره چطوری تو 2 جمله بزنم، من چطوری الان یه شب میلیونر بشم، من الان چطوری برم توی 6 ماه سیکس پک در بیارم، چرا تو 6 ماه من نتونستم سیکس پک در بیارم. ذهن‌ها جوری تربیت شده که میان به سمت نتایج سریع که اصلا نتیجه سریع خوبی وجود نداره. چیزای خوب نیاز به زمان دارن. همیشه میگن چیز خوب زمان میخواد. میرن سمت نتایج سریع و از نتایج بلند مدت مستمر پرثمر به درد بخور دور میشن و اصلا مفهومشو نمیدونن. بازم برمیگردن به استادی. استاد شدن توی زمینه ممکنه سالیان سال زمان ببره، ممکنه سالیان سال فداکاری، وقت، خون، هزینه، شکست داشته باشه، ولی آخرش چیه؟ آخرش تو یک میراثی میسازی که هیچ کس نساخته. چرا؟ چون وقت گذاشتی بیشتر از بقیه. چرا؟ چون تلاش کردی، زحمت کشیدی، تلاش کردی. من دوباره اینا رو تکرار کردم تو ذهنتون بمونه. قدر ارزش و تلاش رو فقط منی که دارم تلاش میکنم و بقیه نمیبینن میفهمم، و تویی که پشت پرده میخوای تلاش کنی. چیو بقیه میبینن؟ نتیجه. ببین خیلی جالبه. از یه جا به بعد، خب اینو من بهتون بگم، شما از نقطه صفر شروع میکنی. از نقطه صفر شروع میکنی تو یک مهارت خاصی. مثلا گیتار میخوای یاد بگیری. خب من خودم خیلی دوست دارم یاد بگیرم، نصف مونده، یه مدتی هم احتمالاً برم سمتش. احتمالاً که نه، حتما وقتم میذاره خلوت، یه سری کارا هست بعد انجام بدم. هواپیمارج. از نقطه صفر توی زمینه شروع میکنی. مثلا همین گیتار، میخوای گیتار یاد بگیری. خب هیچی نمیفهمی اول از گیتار، نمیدونی آکورد چیه، نمیدونی تئوری موسیقی چیه، نمیدونی تارا چیه، تار ضخیم چیه، فرد چیه، هیچ درکی نداری. خب شروع میکنی به یاد گرفتن. استاد میگیری، استاد میاد بهت یاد میده. اوایل که میخوای کار بکنی میبینی که نه، من اصلا دستم اینجا چیز میزنه، تاول میزنه، اینا احساس میکنم دستمو دارم میبرن، سختمه بخوام اینو برم. یه سری‌ها همینجا کلا گیواب میکنن، یه سری‌ها کلا بیخیال قضیه میشه. یا آقا چرا هم یاد بگم سخته، ولش. مثلا گیتار زدن به ما نمیاد. این درصدی که دارم میگم 70% آدما همینه. 30% ادامه میدن، میان توی استیج بعدی شروع میکنن نظر کار کردن، یه ذره حالا این گیتاری که دارن کار میکنن 4 تا صدای قشنگم میده، خوششون میاد. میرن یه 4 تا آهنگم یاد میگیرن، 5-6 ماه شاید هم 1 سال از در واقع اون آموزششون بگذره. اینا تا یه حد متوسطی اون مهارت گیتار زدن رو که الان مثال ماست بلد شدن. خب طرف برمیگرده با خودش میگه که اوکی الان دیگه بلدم دیگه، برای دوست دخترم حداقل 4 تا آهنگ میتونم بزنم، بیخیال میشم میره. یه 25% شاید اینطوری بره. 5% عاشق گیتار میشن، عاشق موسیقی میشن و به اون چیزی که یاد گرفتن اونجا به اون راضی نمیشن، ادامه میدن. 1 سالش میشه 5 سال، 5 سالش میشه 8 سال. طرف شاید روزی 2 ساعت 3 ساعت هر روز تمرین میکنه تو خفای خودش و کسی نمیبینه اینو، و اون طرف هم اصلا براش مهم نیست کسی تلاششو ببینه یا نه. چرا؟ چون عاشق اون کاره، چرا؟ عاشق، دوست داره. ادامه میده. بعد این آدم کسی میشه که مثلا میره توی جمع لب ساحل، فکر کن شبه توی جزیره است، یهو گیتار برمی‌داره، 6 تا دختر اونور، 7 تا پسرم این و آتیش روشن کردن، همه دور هم شروع میکنه واسه خودش هم میزنه هم میخونه و یه جوری از دستاش استفاده میکنه که انگار این گیتار بخشی ازشه و بقیه فکر میکنن داره جادو میکنه. این جادو نیست. این
ثمره سالیان سال تلاشه، سالیان سال تلاش. و بازم میگم ذهن‌ها جوری تعلیم داده شده، الان دقت کنید، ذهن‌ها جوری تعلیم داده شده که اصلا ما به این دقت نمی‌کنیم که این طرف این همه زحمت کشیده. آقا ما داریم چه زحمت می‌کشیم، طرف زحمت کشیده، ما فقط چی رو می‌بینیم؟ نتیجه آخر. و مثلا یکی تو اون جمعه میگه ای بابا این حتما خیلی استعداد داشته، من یه بار رفتم 2 تا کلاس گیتار برداشتم نتونستم ادامه بدم. لزوما استعداد شاید زیادم استعدادش با تو متفاوت نبوده، یارو عاشق شده، یارو عاشق اون کار شده، رفته ادامه داده، ترش هم در آورده. 5 سال 6 سال وقت گذاشته، 5 سال 6 سال هیچ کس اصلا نمیدونست این یارو داره گیتار میزنه، تو خفای خودش تمرین کرده. این میشه استادی، این میشه اون سکریفایس و اون فداکاری که شما برای رسیدن به یک هدف خاص لازم انجام بدید. و اگر انجام ندید میشید معمولی، و اگر میشید معمولی به خیلی از لذت‌هایی که زندگی قراره براتون یعنی آماده کرده، مثل غذاست، دقیقاً مثل همین، زندگی برای شما مثل غذای خوشمزه آماده کرده، از آسمان ها، از 7 آسمان اومده و منتظری که تو فقط بیا این غذا تو دریافت کنی، مثل پیکی که واسطه پشت در منتظر آقا این غذا بیا، در میزنه یا آقا غذا تو بیا بگیر. ولی مشکل اینجاست، جلوی تو 1001 در بازه و تو هی داری دور خودت میچرخی، وای من الان برم سراغ کدوم در. مشکل همینجاست. و من چرا دارم اینو بعدم در موردش محتوا درست میکنم؟ دقیقاً به خاطر اینکه مشکل نسل ماست. خب مشکل ما 23-4 ساله هاست، 20 ساله هاست، 18-19 ساله هاست. ماهی که تازه داریم بزرگ میشیم، ریش تازه در آوردیم. حالا من البته از 16 سالگی ریش در آوردم، شما رو نمیدونم، شاید خیلیاتونم بیشتر نیاورده باشید اصطلاح. و انقدر اطلاعات، حجمه اطلاعات زیاده تو مخ، بچه‌ها دور سر خودشون میچرخن، هیچ وقت تو یه کاری بهترین نمیشن و اونایی که بهترین میشن رو بهشون حسودی میکنن. آقا چرا دختر دورشه، این چرا انقدر موفقه، این چرا انقدر پولدار شده، این چرا انقدر همه دوست دارن دورش باشن. بنده خدا زحمت کشیده، تلاش. ببین یکی از برنامه ریزی هایی که مغز ما شده که ما دنبال چیزای کلیکی و سریع هستیم. بذار من برات مثال بزنم. تو الان یه فیلم میبینی، فیلم هندی هستن میبینی، چه میدونم مثلا، نه بذار فیلم هندی راکی میبینی، فیلم راکیو همتون فکر کنم فیلم راکیو دیدید دیگه، بابا بزرگاتون هم دیده، اصلا زمان بابا بزرگاتون بوده، زمان باباهاتون بوده. قسمت هایی که راکی میبرد و یک حریفی که قبلا ازش کتک خورده بود یا هیچ کس فکر نمیکرد ببره رو میبرد، اون قسمت ها رو خیلی جذاب و طولانی نشون میداد اون فیلم. همه فیلم ها اینطوری هن. ولی قسمتی که به گوش داشت ضربه میزد، قسمتی که مثل سگ سر صبح میدوید نفسش دیگه بالا نمیومد، قسمتی که تو لب ساحل میدوید، قسمتی که تمرین سخت انجام داد، همه رو در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه جمع. حالا ربطی نداره، ما نه کارگردان رو نگیریم، ولی حقیقت همینه. تلاش قسمت جذاب کاره. شکست میخوری پا میشی، به فاک عظما میری پا میشی، اذیت میشی پا میشی، انقدر پا میشی بقیه بگن آدم نیست، فضاییه، چجوری میشه؟ پا میشی. اب نداره این جواب نداد، این بیزینس فیل شد، اب نداره یکی دیگه، این متن رو خوندم نفهمیدم، نداره 10 بار میخونم، رفتم باشگاه نتیجه نگرفتم، تا هیچ اشکالی نداره 10 بار دیگه میرم، بیشتر میرم، طولشو زیاد میکنم، میرم 4 تا تحقیق میکنم ببینم چجوری میشه بهتر تمرین کرد، شاید من کارم اشتباهه، میرم 4 نفر میپرسم، ادامه میدم، پا میشم، ادامه میدم. نه که یه بار رفتم نشو این خیال ولش کن، من مال این کار نیستم، ولش کن. این میشه عادی بودن. اینی که میگه بی خیال بش کن عادی بودن. قسمت جذاب کار که باید هایلایت بشه تلاش است، نه نتیجه معلومه، خب تلاش خوب بکنی نتیجه میگیری. انقدر ذهنای ما بد تعلیم داده شده که ما فکر میکنیم که نتیجه گرفتن حاصل جادو جنبل و شانس و پارتی و اذن الهیه یا استعداد. یارو خیلی نابغه است، تونست من نتونست. چرا؟ چون زمانی که
تو داشتی تو گوشیت منتظر این میبودی که زیدت یا کراشت سین بزنه، آنلاین بشه، نگاه کنه پیام تو، دنبال لاین بودی که چی بهش بگی مخی زده بشه، اون داشت اونجا سگ دو میزد، اون داشت تو باشگاه عرق میریخت، اون داشت میکش خودشو. تو اینجا در حال رفتن تو اکسپلور اینستاگرام بودی، نمیدونم آیسان اسلامی فلان کسایی که اونو فقط نگاه میکردی، میگفتی دمش گرم بنده خدا چه زندگی داره، دمش گرم فلان، اینا خیلی آیسان خفن و فلان. همون آیسان هم که میبینید اون بنده خدام زمانایی که اصلا شما نمیشناختید همچین آدم وجود داره داشته کارگری میکرده، بدبختی میکرده، اذیت داشته میکرد، فشار داشته میآورده به خودش. 1000 بارم من دیدم محتواشو میگه. خب تو چرا انجام نمیدی؟ امثال من، همسن و سال من چرا انجام نمیدن؟ راحت طلبی. بازم بحث تربیت خانوادگیه. بازم بحث اینه که خانواده ها اینجوری بچه‌ها این نسل بزرگ کردن که اصلا تلاش سختی میترسن. رقابت، ببین رقابت باید در موردش محتوای دیگه درست شه جدا. رقابت، تلاش و تمرکز پایه های اینه که طرف از پسر میشه مرد، رشد دهنده است، مثل کوده که شما میریزی رو گیاه رشد میکنه. حالا فکر کن یه جوری شده که اصلا آدما فکر میکنن که نباید دنبال این قضايا برن، فکر میکنن چیز مهمی نیست، چیز قوی نیست. رقابت رو الان پسرها ازش فرارین، چون فکر میکنن رقابت یعنی حتما پدر کشتگی باید داشته باشی با طرف. مفهوم رقابت سالمو نمیدونن. تمرکز، من الان میرم دانشگاه میام، فکر میکنید افرادی که دور من میشینن تو کتابخونه پسرها چقدر میتونن سر یک موضوع تمرکز کنن؟ 5 دقیقه، من تایم 5 دقیقه. یا یه دختره میاد کلا برمیگرده اینجوری درگیر دختر است اینجوریه، خب یا خوابن یا میرن هی سیگار میکشن میرن میان. خوبه اتفاقا رقیبای شما اینا، رقیبای من و رقیبای شما اینا. ما داریم تو سطح کشور با اینا رقابت میکنیم. خیلی راحت میشه افتاد جلو، کاری نداره که. خیلی راحت میشه تو چش اینا جادوگر بود. به خدا چیزی که من میگم رو الان من خودم هم دارم انجام میدم، شما با من انجام بدید، امیدوارم انجام بدید. دقیقاً اتفاقی که میفته اینه، تو دقیقاً میشی مرلین، میخواستم بگم مریلین مورو، مرلین جادوگره، میشی جادوگر، میشی بیزارد، میشی اسم اون دیوید کاپرفیلد، میشی کریس آنجل، یا اصلا از اون چیزتر. مثل این میشی که ببین اینقدر مردم رو به وجد میاری چون براشون مفهوم ناشناخته ایه که مثلا طرف بزنم من عرضم به حضورتون که میدونید مثل چی میشید. دقیقه سفارش اومد برام خیلی ناخواسته. مثل کسی میشید که الان همین گوشی که من دارم باش ضبط میکنم یا همون عرضم به حضور شما لپتاپی که الان من دارم باش وایس میگیرم یا این میکروفون رو ببرم تو زمان مثلا قرن 13 شمسی، قرن 13 میلادی، طرف میگه این چیه؟ جادو جنبله. میگیرن تو رو میبرن تو کلیسا به صلیبت میکشن، چون باور نمیکنن چیز عجیب غریبی جادو خلق کردی. همینقدر مفته الان، خیلی راحته. پس من برمیگردم دوباره، خیلی حالا از موضوع شاید خارج شدیم ولی اینا رو من باید حتما بهتون میگفتم. برمیگردیم به بحث مهم عرضم به حضور شما. استادی، تمرکز خیلی مهمه و یک تمرکز و داشتن استاد، داشتن مشاور، داشتن منتور، کسی باشه که شما بهتون فیدبک بده، باهاش کار کنید. حالا یا استاد شما میتونه مربی باشگاه باشه یا میتونه کسی باشه که نقش مربی باشگاه رو داره تو یوتیوب یا تو کتاب خوندن. کلا یکی باشه که ازش بتونید فیدبک بگیرید. خلاصه گفتم بهتون داشتن تمرکز که الان من دارم فکر میکنم احتمالاً این محتوام در این موردم باید بدیم برای شما و علاوه بر اون داشتن استاد و گرفتن فیدبک پایه های کاره. استادیو جدی بگیرید، لطفاً جدی بگیرید.
مهمترین وجه مرد بودن رسیدن به استادیه. اگر موفقیت میخوای، اگر من سروین آزادی موفقیت میخوام، باید بیفتم دنبالش و هیچ بهونه‌ای برای تنبلی و هیچ بهونه‌ای برای نکردن این کار ما نداریم. میخوایم که وقتی دم مرگمون شد 80-90 سال، حالا من گرفتم میخواستم بیفتم بمیرم، حالا شما اشاره 120 سال کن، خواستم بیفتم بمیرم، خدای نکرده بگم آقا من از زندگیم راضی بودم، من خوشحالم، دارم میرم الان خوشحالم، کارامو کردم، تنبلی نکردم، من فکر اونجام، شما هم باشید. همین چرا تو ویدیو بعدی میبینمتون و تاجی تو